فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری با عرض سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کشیدن قلیون گناه است یا نه؟ در این باره یعنی حد اقل اون حکمی رو، یعنی خفیفترین حکمی رو که در این زمینه وجود داره و علما اینو فتوا دادن، این بحث کراهت است. حد اقلش این است که به اصطلاح این جزء طیبات نیست، جزء خبائث هست و حد اقلش همون بحث کراهتی است که برخی از علما معتقد بین هستند. وگرنه وقتی برمیگردیم به اضراری که این قلیون یا به صورت کلی دخانیات دارند و ضررهایی که به انسان میرسونند و این یک امر محرز و ثابتی هست، برمیگردیم یعنی حکم قطعیش همون حکم یعنی حرام هست، از دیدگاه ما کاملا حرام است. اما یعنی بالاترین تخفیفی هم که در فقه اسلامی از اقوال برخی از فقها اومده، این بحث کراهت هست، با توجه به این که برخی از علما یعنی بحث کراهت را وقتی میگن یعنی یکی از انواع حرام هست، نه اینکه به عنوان اینکه یکی از انواع حلال باشه که حلال است. وقتی گفتن فلان چیز مکروه هست یعنی یکی از انواع حرام هست، حکم قطعیش همون حکم حرام بودنش هست. فرق نمیکنه مادرش چی باشه، میوه‌ای باشه یا نمیدونم باشه، نوع زغالش هر چیزی که باشه، این حکمی چون که دود هست و مضر هست برای بدن و ضرر و زیانش ثابت شده، این حکمش حکم قطعی هست و هیچ تفاوتی رو در این زمینه نداره.